شما کردم قادر. نخواستم که باز این پیکچه ها غالب شوند قادر. لعنتی ما تو رو تقا گفتیم به خدا که تو انسان هم نیستی. ولی نه، من میدونم چیکار کنم. تو رو به پلیس میسپارم، با دستان خودم تو رو به پلیس میسپارم. جزای تو رو پلیس میدهد تقا جان. قادر گوش کن. قادر چیکار میکنی؟ ایست تو آرام شو، خواهرت نباید بلا رهاید. درو محکم کن. پلیس برای کی آمده است؟ چی شده است؟ در محله جنجال شده است. ایستا به کجا؟ ایستا دوست. این یک طرف. تو این رو با من ندهی و یه جا نمیمون. خوب یک طرف است. به حسرت نگاه کن، فهمیدی؟ من با او چی میگویم؟ خلاص از خودت یکون چیز با، فهمیدی؟ کجا میگریزید؟ کجا میگریزید؟ اینجا بیایید. کجا میگریزید؟ اینجا بیا. حیوان 2 روز است که در پیش چشم تو ما چقدر عذاب میکشیم. لعنتی! اگر به حسرت چیزی میشد چی؟ اگر به حسرت چیزی میشد چیکار میکردی؟ حیوان تو چگونه تقواهی؟ زن تا چندی که خواهی بزن. من جنم را زدن نمیتونم قادر. برای چی این کارو کردی؟ انسان برای چی جنش رو میدوزد؟ چرا؟ تو هنگامی دادن گردک چی بهانه داشته باشی، من همچنین بهانه دارم. میخوام که به زندگی خوب سزاوار باشی. خواستم که مادرت اقلا یگان روز سزاوار زندگی خوب باشد. زن تا مانده شدن زن. اما من برای شما کردم قادر. خدا زند که برای شما کردم. لعنتی، تو جایی زیستن نداری، تو جایی خوب کردن نداری. با من راست بگویی با. برای چی تقایم با قاتل ناگهان به کوچه برآمدن؟ چرا تقایم با شنیدن صدای پلیس به چنین احوال گرفتار شد؟ وای خیلی که گفتم در محله جنجال شده است. قادر و تقایت به اونجا رفتند. مگر من به تو دروغ میگویم؟ فهم. اگر کمال مجبور نمیشد با نیلگون آیله دار میشد قادر به ثروت شما را همراه میکرد. کمی فکر کن. برای پول دزدیدی. بهانه‌ات همین است احمق. در مهمانخانه با کدام بهانه کمال را تعطیل کرده باشی، من همچنین بهانه دارم. چیزی که تو خواستی من همون را خواستم. نه، این هر دو یک نیست. من خطایم را درک کرده دست کشیدم. فهمیدم که با تهدید آیله برپا کردن نمیشود، دست کشیدم. این آدمان را تا به دشواری دچار نکنی که بودنشان را درک نخواهی کرد. اگر این آدمان به دشواری دچار نشوند، چیزی را به تو روان نمیبینند. حق داشته باشی هم گرفتن نمیتوانی. حق داشته باشی هم گرفتن نمیتوانی. لعنتی، تو حق گفته تنها پول رو میفهمی. ابله، من از او پول نخواستم، من پدرم را خواستم. گوش کن تقا. تو رو در همین جا کشم هم دلم هیچ تسکین نمییابد. فهمیدی ها؟ لیکن به تو دست نمیرسونم. پس از یک چند ساعت تو رو پلیس میبرد. اکنون دردت رو به محبوس ها نقل میکنی تقا. تو برای من تمام شدی تقا. در حکم نیستی قرار داری. فهمیدی ها؟ تمام شدی. قادر، دیگر انتخاب نداشتم قادر. در وقتش مادرت را تعطیل کردن که مرا با تهمت حبس کند. این همه را تو خود میدانی. من 6 ماه در محبس بودم. اگر این را خواهند باز تکرار میکنند. من و تو با آنها اهمیتی نداریم. بین با حضرت یگان چیز نشده است. میدانی که من با یگان چیز شدن اجازت نمیدن. هرگز نامی حضرت رو به دهانی فلوست نگیر. فهمیدی؟ هرگز. قادر، پایزن یا کوش، اما به تو باور نمی کنم. نگو. به خدا قسم میخورم که برای آیله هم کردم، برای شما کردم. اگر برای خود کرده باشم، بگذار خوراکی سگهای عدن شوم. تو دیگر نیستی تقا. دیگر به آیله هم ضرر رسانده نمیتونی. تو دیگر عضو این آیله نیستی. فهمیدی؟
قادر الو در راهم جنابی کمال می آیم در راهم فهمو خیر قادر قربان شوم اینطور نکن التماس به نیلگون نگو که برای او نگاه کردن نمیتوانم اقلا این گپ را از دهان تو نشنود برای من یک خوبی کن قادر قربانت شوم تو تمام شدی تقا تمام نیستی وجود نداری زمانی بودی حالا نیستی من میکشم در کجا بودی پسرم؟ پسرم در کجا بودی؟ آیا آرام کردن جنجال های کوچه در عهده شماست؟ اما کی کمال منم گفتم اما مرا گوش نکردم آخر در این محله اجاره نشینیم یعنی این از آن ما نیست از پلیس یگان خبر هست فهمیدند که در پس این کار کیست؟ نه حالا منتظرم پرسجو دوام دارد در پس این کار هر کسی که باشد حتما پیدا میکنم البته بسیار خوب پرسجو کنند آن بیناموس ها را تا آخرش تفتیش کنند فاصل؟ اکا چی شد؟ هیچ چیز من خوبم کمی خون ریخت اما یکان مشکلی نیست پسرم با تقویت چی شد؟ خودیر گفتم با تقویم چی شد؟ آخر در کوچه به میانی جنجال زده در آمد دخالت نکنید گفتم ولی گوش نکرد خدایا استارویت را تازه کنم نه من این را سزاوارم خطای من می باشد کملت کردم تو برای چی مانع نشدی قادر؟ اکا جوان ها بسیار بودند قادر تا حد اقل مانع شد یک دقیقه این طرف نگاه کن من خوبم نیگون درد کرد قادر اینجا است چه گپ شد؟ چیزی که گفته باشم همش همین اگر دست فاضل رسیده باشد گپ بسیار است حالا است من خودم میفهمم بیار به اینجا گذار من قهوه خواهش نکردم آیشه من خواهش کردم هم می نوشه هم صحبت میکنیم همه چیز مکمل تنها قهوه نمی رسید گوش کن اگر پیش راه این کارو نگیریم دخترمون رو دزدیدن گفته این اون رو بهانه کرده کمال رو از آن خود میسازند وگرنه در پیش رو گریه های زیاد انتظارند برای در این باره صحبت کردن دیر شده است کمال انتخابش رو کرده است تو علاقه خودت رو به این عادت میکنانی آفرین دخترم نمیفهمی این کار بسیار جدی است خدا